یه شام کاملا متفاوت، فوری و خیلی خوشمزه با بانو همراه باش. اول نون لواش رو به این شکل برش بزنید و بعد همه این موادی که لازم داریم رو روش بریزید. تخم مرغ، ژامبون یا مرغ آبپز شده، قارچ، فلفل دلمه‌ای، نمک، ادویه و یک کمی شیر. همه این مواد رو با هم خوب مخلوطش کنید. قابلمه رو یک کمی با کره چربش کنید. حالا موادی که مخلوط کردید رو داخلش بریزید. روش هم یک کمی پنیر پیتزا در قابلمه رو هم بذاریدش روی گاز تا پخته بشه. نیم ساعت حدوداً زمان میبره. داخل فر یا توستر هم میتونید بذارید. حتما سیوش کنید، امتحان کنید. بچه‌ها هم خیلی دوستش دارن. نوش جون همگی. راستی لایک کنید که پستمون براتون پاک نشه. این رول پنیری چشم بر هم زدنی آماده میشه که هیچی، فوق‌العاده خوشمزه است. با بانو همراه باش. روی نون لواش کمی سس کچاپ بریزید و با فرشه به همه قسمت‌ها پخشش کنید. یه دونه سوسیس هم روش رنده بزنید. پنیر پیتزا بریزید و رولش کنید. بعد از اینکه رولش کردید برش بزنید. توی ظرف مورد نظرتون که میخواید رولا رو بچینید یه کمی دیگه سس کچاپ بریزید و مثل من میتونید از سس فلفل هم استفاده کنید. حالا رولا رو داخلش بچینید. یک کمی دیگه پنیر پیتزا مجددا روش بریزید به همراه فلفل دلمه‌ای. بذاریدش توی فر یا توستر تا روش طلایی بشه و پنیر آب بشه. متنوع و خوشمزه است. لایک کن، سیو کن که گمش نکنی و امتحانش کنی. نوش جونتون. از درست کردن این لقمه‌های پیتزایی ویژه غافل نشید. لایک کن و همراه بانو باش. پیاز که ریز کردین و تفتش دادین، گوشت چرخ شده رو هم بهش اضافه کنید. یک کمی که گوشت تفت خورد و آبش کشیده شد، ادویه، نمک، رب گوجه رو هم بریزید. یک کمی همش بزنید. رنگ رب که باز شد، قارچ و فلفل دلمه‌ای رو که از قبل نگینی ریز کردید بهش اضافه کنید. خب مواد میانیمون هم آماده است. نون لواش رو مطابق کلیپ به اندازه‌های مساوی برش بزنید. دو تا رو به حالت به علاوه به این شکل روی هم بذارید. یک لایه مواد و بعد پنیر پیتزا روش بریزید و به این حالت ببندید. روغن رو بذارید خوب داغ بشه. لقمه‌ها رو توی تابه بچینید تا دو طرفش سرخ و طلایی بشه. خانم‌ها یه پیشنهادی براتون دارم. لقمه‌ها رو آماده کنید. قبل از اینکه سرخشون کنید توی ظرفای فریزری یا زیپ کیپ ها میتونید بچینید و توی فریزر نگهداری کنید. هر وقتی خواستین برای بچه‌هاتون سرخ کنید. یه گزینه عالی برای تغذیه مدرسه بچه‌ها. سیوش کن که گمش نکنی. نون لواش این غذای فوری خوشمزه و راحت درستش کن. نون لواش رو به اندازه گردی کف تابتون برش بزنید. توی تابه یک کمی روغن بریزید و نون رو داخلش بذارید. تخم مرغ رو روی نون بریزید. یک کمی فلفل دلمه‌ای خورد شده، جعفری خورد شده، ادویه و نمک رو بهش اضافه کنید و هم بزنید. سوسیس رو هم که از قبل سرخ کردین روش بچینید. یک کمی هم پنیر پیتزا بریزید. لایه دوم نون لواش رو هم روش بذارید. در تابه رو بذارید تا یه طرفش کاملا طلایی بشه. برش کردین طرف دیگه‌ش هم طلایی بشه. به نظرم یه غذای راحت و فوری و خوشمزه‌ایه. عصرونه فوری با عطر و مزه متفاوت و خوشمزه همراه بانو باش. سیب زمینی رو آبپز و رنده کنید. سوسیس رنده شده، فلفل دلمه‌ای، پنیر پیتزا، ادویه و نمک رو بهش اضافه و هم بزنید تا مخلوط بشه. نون لواش رو روی سطح کارتون پهنش کنید. مواد رو روش بریزید و به همه قسمت‌ها خوب پخشش کنید. رولش کنید و بعد با قیچی به این شکل برش بزنید. تو ظرف دیگه تخم مرغ، ادویه، نمک، پنیر پیتزا، ماست و آردو با هم خوب مخلوط هم بزنید تا یک دست بشه. حالا باید برش های نون رو تو مواد مایع بذارید تا کاملا آغشته به مواد بشه. روغن رو هم بذارید داغ بشه و بعد به این شکل توی روغن داغ سرخشون کنید. یه طرفش که طلایی شد برش کردین تا طرف دیگه‌ش هم طلایی بشه. عصرونه فست فودی خوشمزه‌ای. اگه اهلشی حتما امتحانش کن. نوش جونتون.